چطور بود سال 2024 نوید؟ خدا رو شکر بد نبود. میتونست بهترم باشه ولی دنیا درگیر بوده، خودت هم میدونی دیگه. تورم و جنگ و انتخابات. عموما هیچ کسی توی بازار مالی از ضررهاش صحبت نمیکنه. چیه ماجرا که همه راجع به تارگت صحبت میکنن؟ طرف میاد میگه که من 30% تریدامو برندم و من اگه لیست روارد حالا 2-1 3-1 بذارم برنده در میام تو طول مدت. این عادی ترین متد ریسک رواردی که من دیدم. خب این اشتباهه، چون متاسفانه تمام این یوتیوبرها، تمام این سوشال میدیایی که میبینی این تریدری که هستن همینطوری اطلاعات اشتباه دارن پخش میکنن. همشون همینه، همشون هم برمیگرده به یکی دو تا استراتژیایی که تکراری من هی میبینم اسمشون عوض میشه ولی یه اسمی میذارن که فکر کنی که هر کی که پشت این بازار دزده. کل دنیا بانک‌ها ساخته شدن که پولدارتر کنه، از فقیر پولو بگیره خودشون پولدارتر بشن. اینطوری فکر میکنن ساخته شده ولی واقعیتش این نیست. خودشون هم بین هم دیگه رقابت میکنن.